لیکن قربانی را کی باید کند؟ من اون چیزی که گفتم انا همه چیز در حدیث ها و آیت های ربانی از آسمان نگرفتم، از یگان جا نگرفتم. من همه چیزی طلبات دین مومن اسلام. زیاده روی نکنیم، استفکاری نکنیم. کسی که امکانیت اقتصادی و مالی دارد از حق کودکاش زیادتی دارد، در عائله‌اش مشکلی ندارد، اون کس هم زیادتی باشد میکند، همون با یتیمان، معیوبان، کمبیزاتان باید قربانی کرده تحسین کنند. امام خطیب نایه است. امام خطیب پیش میکروفون بیا. همین گفته هایی که من در نایه باختر برآمد کردم تاکید کردم نادرست است؟ درست همش. حاضر تاکید کردگی ما یگان جای نادرستی دارد؟ هیچ جا نادرست نداره، همش موافق گفتی شریعت اسلام است. همین نایه در چند کس امکانیت قربانی کردن دارد؟ یک 8-10% مردم امکانیت دارند. امکانیت دارد. با یتیما داریم، معیوبا داریم، کمبیزاتا داریم. هیچ نباشد کسالخانه داریم که اونجا مریضا هستن. مریضا آدمایی که وای هستن توابت میگیرن دیگر میرن اونجا میشه. الله میره داملا وای کنین، سروری کنین، فهمونین مردم. ما هر یک دیه داریم، عائله کمبیزا داریم. یکی آدمایی کلانسال چون که اینجا قوت ندارد، کار کردن نمیتونه، نه مهنت کردن میتونه، نه دیگر. اونا را نگاه کنیم. بسیار کاری ساو میشه، بسیار کاری خیر میشه. اگر هر یک فردی که امکانیت دارد با دست خودش کند، بعد بینید چهره ای که اونی که یتیم است، معیوب است، مریض است، کمبیزات است، شما بینید که خودتون ثواب میگیرید. ثواب برای شما خودتون میگه، برای اونه خودتون. کاسه اعمال ترازو دا برمیکشن میگوین کو هر یک مرد مومن، هر یک فرد مومن و مسلمان در زندگیش کاری ثواب و خیر میکنه. در زندگیتون، در زندگیمون یک جدا آب میبریم، یک مکتب میسازیم، راه میکنیم، یک آدمی سریعتی کودک یتیم سیله میکنیم، یک کمبیزات همینجا در زندگی ما قدم دکار. بعد یک مردیم رفتیم اونجا بعد هم ترازده میکشن دیگه، بعد میم اون طرف حوالات به خدا کنیم. جواب سوال تا میگوی اون چیزی که برای میت، برای مردگان میکنن غیر آیت قرآن دیگه یگان چی نمیرود. هیچی. دروازه محکم. آیت قرآن کسی که میخواند هر روز میخواند، هر روز 10 مرتبه میخواند، میبخشد، انا همون درک شده میشه دیگه. یگان چی نه گاو کشتن، نه شتر کشتن، نه آش پختن دادن، هیچ چیزی وای است. یا نادرست گفتم بابا؟ همش درست است. انا برای همین بسیار بسیار من خواهش میکنم که مردم دم شما هم راهنما باشید، فهمونین، راه درست فهمونین، زیاده روی نکنیم، اسراف کاری نکنیم. خب ناشکری عاقبت به بدبختی میآورد. ناشکری نکنیم. رزق ریزمون فراوان است. امسال گرمترین دنیا ده سال بود. سازمان ملل آن اعلان کرد که در دنیا در تاریخ انسانیت گرمترین سال در منطقه های دنیا خشکسالی، بی‌آبی، گرسنگی، میلیون ها میمیرن از گرسنگی و بی‌آبی و دیگر. ما شکرانه کردم اون از این نعمتایی که خدای تعالی میگن که ما داشت زحمت کشیده معیام میکنیم، زیاده روی نکنیم. سلامت باشید. مردم از نام ما تبریک گو. تبریک نامه من این شب میرود، لیکن با شما مردمی نایه کوهستان مچاد تبریک کن. البته. سلامت باشی. من سخن گفتم داشتم، لیکن با این میکروفون که میسر شد، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت، مردم کوهستان از شما بسیار منتدار هستند، برای آنکه از همه چیز مهم برای ما تنجی و آسایشتگی مملکت است. از همه نعمت بزرگ همین است. ما همیشه شکر میکنیم که پروردگار رهبر خردمند برای ما عطا کرد و مملکت ما صلح شد، آباد شد، صاحب یافت، ملت ما از ورطه هلاکت نجات یافت. ما دیگه همه چیز آبادی ها را انشاءالله روز به روز مشاهده کردن میگیریم. من مردم کوهستان این بنای نو که امروز در نزدش هستیم، یک باره دل مردم زنده شد، باز توجهشون زیادتر شد،
برای آبادی کشور، برای آینده نیک کشور انشاءالله یعنی امید مردم زیاده تر شد. همیشه بعد از هر نماز ما دعای خیر میکنیم در حق شما، در حق تینجی مملکت، در حق خاندانتان، فرزندانتان دعا میکنیم که همیشه راهبر مردم تاجیکستان باشید. شما خانه کعبه در آمدید. اول چیزی که من اعضای شورای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان می باشم، در یک جلسه مفتی محترم گفتن که اولین چیزی که پیشوای ملت در درون خانه کعبه گفتن برای خلق، برای مملکت دعا کنید. ما گفتیم برای شما دعا کنیم. راهبر دولت گفتن که برای تینجی و آسایشتگی خلق دعا کنید. شما که در درون خانه کعبه برای ما، برای آبادی مملکت ما، برای هر یک فرد تاجیکستان دعا کردید، ما این چیز فراموش نمی کنیم. مشاهده کردیم، از تحت دل در هر نماز ما دعا میکنیم در حق شما و در حق خاندان و فرزندانتان، در حق تینجی و آسایشتی مملکتمان. اکستریمیزم، دهشت افکنی، این همه پدیده های نامطلوب ما مردم کوهستان مشهد محکوم میکنند. ما انشاءالله زیر سیاست خردمندانه و عدالت پیشه و رعیت پرورانی شما همیشه شکرگزاری همین دولت و همین مملکت و همین نعمت می باشیم. سلامت باشید بابای داماد، سلامت باشید.